سلام رفقای عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره سرور ویتوری رایگان درست کنیم بدون محدودیت، حتی برای کسانی که میخوام بفروشن. خیلی خوبه و چیز خاصی هم نمیخواد، اصلا محدودیتی نداره، هر چقدر بخواید میتونین درست کنین. ابزارهای زیادی هم لازم نیست، فقط یه محسا انجی حتما باید داشته باشید که فایل دانلودش داخل چنل میذارم. حتما چنل رو داشته باشید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید که یه حمایتی هم از ما بشه. خب دیگه چیز خاصی نیست. اینجا محسا انجی واردش میشیم، از این بالا 3 خط رو بزنیم. خب اینجا گزینه‌های زیادی اومد: دریافت کانفیگ رایگان، ساخت کانفیگ وارپ، کانفیگ مخصوص یوتیوب. خب اینا فقط ما ساخت کانفیگ وارپ لازمونه، بقیهشون لازم نیست که اصلا زیاد به دردم نمیخوره، چون ما بخوایم یه دونه شخصی برای خودمون درست کنیم. اگه بخواید همگانی باشه همینجا پایین هست، صدای دریافت کانفیگ، اینجا بزنی خودش کانفیگ میده، اصلا میتونید استفاده کنید، لازم نیست دیگه درست کنید. ولی برای کسایی که میخوام بفروشن یا شخصی باشه حتما باید از ساخت کانفیگ وارپ استفاده کنید. حالا نت روشن کنید، خاموشه. خب ساخت کانفیگ وارپ رو میزنیم. خب میاد اینجا آی پی میخواد، پورت میخواد، پابلیک کی میخواد، پرایوت کی میخواد. حالا توی آی پی کلاین آی پی حالا چجوری وارد کنیم اصلا هیچ دردسری نداره، اما نیو وارپ آی پی بزنیم خودش میده، اینم نیو وارپ کی بزنیم. خب حالا اینجا وای میسیم تا بده. خب حالا یه نیم هم انتخاب میکنیم براش که نیممون اسم کانفیگه. خب حالا اینجا اد تو کانفیگ که بزنیم، اد تو کانفیگ میاد صفحه خود همین محسا انجی. خب حالا ما خروج رو بزنیم، این بالا اومده تست. خب این بالا یه تست، حالا بذارید در حال آزمایش ببینیم مثلا سرعتش، پینگش چجوره. پینگش بذاریم چند میاد. خب پینگش 800 تا 1000. دو سه بار بزنید پینگش میاد پایین، چون تازه درست کردید، ولی بعدا درست میشه، بعدا هم پایین میاد چون تازه درست کردید. حالا یکم پینگش بالاست. خب حالا چجوری استفادهش کنیم؟ توی اشتراک ها میزنیم، توی این گزینه میزنیم، همه خروجی گرفتن در کلیپ بورد رو بزنید کپی میشه. خب میایم بیرون، میریم داخل ویتوری. حالا اینجا من زیاد دارم درست کردم. اینجا گزینه اضافه کردن رو میزنید، کانفیگ را از کلیپ بورد وارد کنید، همین رو که بزنید میاد بالا تست. خب این بالا اومد. حالا میزنید هم که پینگش خب اوکی شده 1000. حالا ببینیم سرعتش رو، ببینیم سرعتش چجوره. ویدیوهای کوتاه، اشتراک ها ویدیوهای کوتاه، نحوه پاک سولوشن تیپ. خیلی سرعتش بالاست، خیلی سرعتش بالاست، خوبه برای فروش، برای درست کردن، برای استفاده خودتون. الان کلا دارن میفروشن، قیمت خاصی هم نداره. 10 گیگش الان مثلا 25 تومن، الان قیمت خاصی نداره، ولی همون که بتونید خودتون برای خودتون درست کنید خیلی خوبه. خب این آموزش هم تمام شد. حالا اگه حمایت بشه یه آموزش میذارم که دیگه خب اون حرفه‌ایه، حالا چند گیگ باشه، محدودیتش چند روزه باشه، حالا اینا که باید با سیستم درست کرد، اینو حالا یه آموزش جدا میذارم. ولی حالا ممنون میشم حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب، زنگوله زیرم بزنید، خیلی حمایت میشه از من. ممنونم. تا آموزش بعدی، فعلا.